پس خورده ها، باقی مانده ها. آنچه پس از نوشیدنش در ظرف باقی میماند علما پس خورده مینامند. پس خورده انسان چه مرد باشد یا زن، جنب باشد یا حائض، همه پاک است. به دلیل آنچه که ثابت شده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم باقی مانده آب ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها را در حالت قاعدگیش می نوشید و دهانشان را به موضع دهان او می گذاشتند. همچنین پس خورده گربه نیز پاک است، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم در مورد گربه‌ای که از ظرفی نوشیده بود: پلید نیست بلکه از آنهایی است که بر شما وارد می شوند. پس خورده حیوانی که گوشتش خورده می شود و پس خورده قاطر و الاغ و درندگان و پرندگان شکاری و مانند آنها پاک است، زیرا که اصل در اشیا پاکی آنهاست و هیچ دلیلی بر نجاست آنها نیست. ولی پس خورده سگ نجس است، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند: پاکی ظرف شما اگر سگی آن را بلیسد این است که 7 بار و نخستش با خاک شسته شود. و همین طور است پس خورده خوک، به دلیل فرموده الله متعال: و یا گوشت خوک که پلید می باشد، یعنی نجس است. سوره انعام 145. برای استفاده بیشتر این هم برخی از فواید: اصل در اشیا پاکی است مگر اینکه دلیلی بر نجاست چیزی وارد شود. اگر نجاست به چیزی دیگری تحول گردد، مانند این که سرگین خر پس از سوختن خاکستر شد، پاک می گردد. هرگاه نجاستی بر چیز افتاد و موضع آن شناسایی نشد، در این حالت همه آن چیز شسته می شود. این هم دلیل بر اهتمام اسلام بر نظافت و پاکیزگی انسان است که الله متعال به بهترین شکل او را آفریده است.